آری عزیزان من، تماشابینای نوار من، از خداوند برای همه شما صبر جمیل و دعا میکنم که برای این داملای بزرگوار باز جای نشینان خوب در این جامعه ما پیدا سازد. آری رفتن این داملا رفتن علم است، از بین رفتن او از بین رفتن تعلیم است. منا هستن حجاشان مبرور. این دیگرایی که میبینی به صورت هر حیوان، اینها همون دزدا هستن، همون حرامخورا هستن، همون ظالما هستن، همون خبرکشا. اینها برای حج نامدن. انا لله و انا الیه راجعون. چند روز پیش خبری وفات ناگهانی عالم بزرگوار و ستاره درخشان در عالم علم و پیشوای اهل طریقت و عالم متدین و فقیه توانا دام الله حاج حکمت الله و همه جا پهن گشت و دلهای عاشقان علم و معرفت را مجروح ساخت، غمگین ساخت و این خبر ناگهانی وقتی که به ما هم رسید به خاطر احترامی که به ایشان داشتیم خیلی هم غمگین گردانید. بنابر از این فرصت که الان دست یافتم برای خاندان بزرگوار، خصوصا برای فرزنداش قاری محمد جان و دیگران و همسر عزیزش، این مصیبتی بزرگ و این از دست دادن پدر مهربان و استاد بزرگوارشان را تسلیت عرض میکنم. از خداوند مهربان برای فرزندای او و برای شاگردان و مخلصان و عاشقانش صبر جمیل و ثواب بزرگ خواهانم و به ایشان میگویم که بزرگوار حاج دام الله حکمت الله ستاره درخشان در علم بودند و برای عاشقان علم در این سالهای طولانی دراز صحبتی داشتند، مدرسه داشتند و گفتگوی داشتند و یک چشمی جو سرآب بودند که عاشقان علم و حکمت از این چشم بهره می‌بردند. فرزندان ایشان انشاءالله امید دارم که جای‌نشینی خوبه برای حضرت دام الله می‌گردند، زیرا که چگونه شنیدم هر کدام ایشان صاحب علم، قاری و حافظ کلام الله هم. اگرچه بزرگوار رفتن جای خودشان خالی نموندن، فرزندان مناسب در جای نشینی خود کردند و از خداوند بار دیگر هم برای حضرت دام الله این سفر را دعا میکنم که سفر عروسی و سفر رسیدن به سوی معشوقش گردانده باشد، زیرا مرگ این فنا نیست، مرگ دوست به دوست میرساند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند العلماء باقون ما دام الدهر اجسامهم مفقودة و ارواحهم
موجوده. عالم ها وقتی که از این عالم سفر میکنند، وقتی که از این دنیا رخت به سوی آخرت میبندند، اگرچه در ظاهر برای خاندانش و شاگردانشان، برای مخلصانشان و عاشقانشان مصیبت است و جدایی است، سوزش است، اما اونها زنده هستند. اونها از نظر ما پنهان شدند، اونها از نگاه ما زیر خاک افتیدند، اما روح اونها، آثار اونها، فیض اونها باقی است. انشاءالله حضرت دام الله اگرچه ظاهرا رفتن در نواری از صورتدارهای بچه ها، صورتگرها دیدم حضرت در زیر خاک می سپاریدند و در لب قبر یک موسفید نورانی در چشمم افتید. خیلی هم نزدیک کنید گفتم بینم. دیدم الله توکل بود که آب دیدش می رفت سرش خم، جسم بیجانی حضرت بزرگواره که در قبر می موندن تماشا می کرد و با استاد خود، با رفیق خود، با همپیرو مرشد خود وداع کرد، گریه می کرد. و یادم لحظه های حیات مولانا و شمس آمد. وقتی که شمس از نظر مولانا پنهان شد، براش این 4 مصر بیت گفتن: عجب آن دلبری زیبا کجا شد، عجب آن سرو خوشبالا کجا شد، میان ما چه شمع نور میداد کجا شد، ای عجب از ما کجا شد. گویا این سخنای مولانا را ملا توکل دمدمه میکرد و آب دیده استاد خدا، دوست خدا، همپیری خدا، مرشد خدا و خاک می سپارید. آری عزیزان من، تماشا بینای نوار من، از خداوند برای همه شما صبر جمیل و دعا میکنم که برای این داملای بزرگوار باز جای نشینان خوب در این جامعه ما پیدا سازد. آری رفتن این داملا رفتن علم است، از بین رفتن او از بین رفتن تعلیم است. مانند که ابن عباس رضی الله تعالی عنه حضرت زید ابن ثابت در خاک می سپاریدن، حضرت عبدالله ابن عباس با اشک چشم گفتند: من سره ان یرا کیف ذهاب العلم، کسی میخواهد که ببیند علم از جامعه چگونه می رود، از بین چگونه می رود، از دنیا چگونه می رود، فلینظر هکذا ذهاب. ببینه گفتند این رفتن زید ابن ثابت از بین ما رفتن علم بود. آره، هر یکی از این علماها صاحبان علم وقتی که از بین می روند فرق ندارد او کی است، خواه علم زیادی دارد مثل داملا بارین یا علمی که می دارد، هر کدام اونها رفتن علم در هر کدام بوی دارند، به اندازه علم خود تأثیر دارند، فیض دارند. از این جهت بار دیگر به فرزندان استاد داملا حکمت الله، به خاندانش و به مخلصانش و به عاشقانش این مرگ ناگهانی و رفتن استاد بزرگوارشان را تسلیت میگویم. از خداوند برای همشان صبر جمیل و ثواب بزرگ و جاینشین خوب بودن برایشان نصیب بگرداند. و خواهانم دعا میکنم خداوندا مانند ملا حکمت الله در جامعه ما باز تو قادر هستی، توانا هستی، دانشمندان خوب، عالمان خوب برای هدایت مردم به وجود بیار، به دنیا بیار. انا لله و انا الیه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه واکرم نزله ووسع مدخله. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
آمین یا رب العالمین. کیسف شد برهنه و سری برهنه با آب دیده لبیک نمونه هستن حجاشان مبرور. این دیگرایی که میبینی به صورت هر حیوان، اینها همون دزدا هستند، همون حرامخورا هستند، همون ظالما هستند، همون خبرکشا. اینها برای حج نامدن. بنابر حج مبرور نشانه دارد. رسول اکرم گفته، این سخن حضرت حسن بصری مرسل روایت میکنن به طریق تعلیق، یعنی زاهد میشه و نسبت دنیا بی‌پروا میشه و رغبتش در طاعت خدا، در کار آخرت، در ثواب زیاد میشه و این حجش مبرور میگن. این حج پاداشش بیشتر است عزیزان من. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. یک سومه که در راه حج صرف میشود برابر است به 700 سومه که در دیگر جا صرف میکنن. رسول اکرم حدیث صحیح که روایت میکنه عبدالرزاق، یک سوم حج برابر است به 700 سومی در دیگر جا صرف میکنه. زیرا که این حج عبادت است. این حج شوینده گناه هاست. حتی حضرت رسول خدا میفرمایند در حدیث مسلم، تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. شما گفتن وقتی که سفر حج میروی هم حج کنه هم عمره کنه. ببینید الحمدلله همین حاجی ما میرفتگی اول عمره میکنن بعد از آن حج میکنن که این حج تمتع میگوین، یا اینکه حج میکنن دیرتر روان بعد حج که اونجا هستن چند عمره میکنن، احرام میبندن و طواف میکنن و این وای سعی. حضرت وقتی که سفری مبارک ده میروی، این سفری دور و دراز است، در عمر خواه یک بار خواه دو بار و سه بار میسر بشد، همیشه نمیشود. خوب انشاءالله الان شرایط خوب است، هر ثروتمند میتونه هر سال کنه و اما سالایی که پیش بود 6 ماه رفت و آمد داشت با اشتر و با کاروان و با قافله. بنابر در این سفر هم عمره کنه هم حج کنه. کسی این دو عبادت یک جای پی هم میکند، رسول اکرم بینیم مکافات اعلان کردن. هم فقر و کمبغلی از خاندان او دور می شود، هم گناهاش شوشته می شود. حتی در بعض روایات حج گناه کبیره را هم می شوید، مثل زنا و عرق اینها را هم، بی نمازی را. بعضی مفسران هم گفتگی هستن، بعضی شارح های حدیث قدیم گناهاش می شوید. حضرت تشبیه کردن برای فهمیدن من و شما، برای روشنتر معلوم شدن. حضرت کما ینفی الکیر خبث الحدید والفضة والذهب والفضة. کیر گفته کره آتش آهنگر میگن. اگر شما آهنگرها رو دیده باشید در تلویزیون‌ها، شاید امروز در جاها تا نیست اما تلویزیون فیلم‌ها رو میبینه، آهن دود میکند، علاوه که در گرفت سرخ شد، پف کردن میگیره، ثانی آهن میموند، چیزی میموند، سرخ میشه، میبراره میزنش، تازه میشه. یعنی مثل که کره آتش، خمدان آتش به اصطلاح امروز گوییم، آهن از آلودگی ها و غجگی هاش پاک میکنه، نقره را پاک میکنه، طلا را پاک میکنه. حج و عمره هم حاجی را از گناه هم تو پاک میکنه. مثل طلا جلاناک و روشنش میکنه، به گناه میشه اگر حجش مبرور باشه. بنابراین حج خیلی عبادتی مهم است. هر کدام ما و شما بنابراین آرزو دا باید کنیم که خدا ما را به زیارت خانهش برساند. خلاصه بعد از انجام حج، اکنون تفصیلیم با انشاءالله داملهاتان در 20 روزه که تا وقتی سفر حج دارم میگویند، بعد از زیارت خانه حج باز به زیارت رسول اکرم صلوات ربی و سلامه علیه به مدینه منوره می روند که رسول اکرم ما و شما را امر کردند که برای 3 مسجد زیارت شما سفر کنه. یکی برای مسجد الحرام خانه کعبه، یکی برای مسجد النبی مسجد رسول بزرگوار، یکی برای زیارت مسجد الاقصی که امروز در دست یهودی ها هست. امروز امت اسلام
از عبادت کردن در اون مسجد محروم است. از 35 سال پایان در اون مسجد یهودیان میمونند، مسلمان ها رو درارند. خداوند اون خانه را از دست اونها آزاد کند. اون مسجد در روی قبله اول اسلام است. خداوند به همین ما و شما نماز خواندنی در اون مسجد نصیب سازد. مسجد رسول اکرم میره زیارت که یک نماز مسجد پیغمبر برابر به 1000 نماز دیگه مسجد است. کسی 8 نماز در مسجد، 40 نماز در مسجد رسول اکرم، این 8 روز اگر خانه، خداوند براش حجت خلاصی از نفاق و از آتش دوزخ می نویسد. خلاصه پیغمبر بزرگوار روضه مبارکش زیارت میکنه که در روایات آمده است، اگرچه محدثا در شأن این حدیث هرچی میگویند، حضرت میگه کسی قبر من زیارت بیاید بعد از ادای حج، گویا من زیارت کرده باشه در زندگی. یا الله، چی سعادت بزرگ دارد کسانی که روضه رسول اکرم پیش میستن و به او الصلاة و السلام علیک یا رسول الله میگویند. چی بزرگ سعادت براشان خدا نصیب کرده است. خلاصه بعد از زیارت مدینه منوره باز به وطن باز میگردند. خداوند دعا کنیم. در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. البته تفصیل این زیاد است، باز امام دامادان خودش صحبت میکنه. دعا کنیم پروردگارا ما و شما را هم به زیارت خانهش و به زیارت روضه مبارک رسول اکرم رسیدن نصیب گرداند. خداوند برادران عزیزی که امسال از این شهری چی نام داره اینجا نووسیبیرسک به زیارت خانه کعبه میروند، خداوند سفرشان مبارک کنه، حجاشان مبرور و سعیاشان مشکور گردانه، گناهاشان آمرزیده و بعد از انجام سفر سالم همراه با راهبر گروهشان ایشان اعظم جان به وطن سالم بازگرداند. و شما را هم بار دیگر دعا میکنیم در هر جایی که نباشه خداوند به زیارت خانهش رفتن نصیبتان گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم استاد محترم نورالدین جان، از درگاه خدا سلامتی شما را خواهانیم. دشمنان شما را خدا هلاک گرداند و شما را روز قیامت همراه پیغمبران داخل جنت گرداند. خداوند شما را خدا رحمت کند و صاحب جنت شوی. برادر عزیز، حدیث درباره حرام بودن طلا و در آیت قرآن باشد گویید. طلا را خدا حرام کرده است. عزیزان من، وقتی که شریعت مقدس اسلام این حرام کرد، هر کدام ما و شما باید از این خوبان نگه داریم. رسول اکرم حدیث صحیح است، دست مبارک ده طلا گرفتن، دست دیگر شاندن یعنی حریر ابریشم گرفتن، ثانی برآمدن هازان محرمان علی ذکور امتی گفتن این دو برای مردهای امتی من تا قیامت حرام است. بنابر انگشترین طلا، سپیچکی طلا که گردنبند میگویند، روشکی طلایی، بند ساعت طلایی، ساعت طلایی، تگمه طلایی، تلفن طلایی، همش حرام است. مگر دندان علماء استثناء کردن. حضرت امام محمد رحمت الله علیه به خاطر ضرورت اگر دندان شما علتی شد یا کرم خورده شد یا سیاه شد، برای جاشی که پر کردن از طلا پر کردنش. عزیزای، غیر این دیگر در هیچ جا استفاده اید. حتی کاسه و طبق و یعنی قاشق و شاخه اینها را هم استفادهش حرام است. رسول اکرم گفتن کسی در ظرف طلایی غذا میخوره در اشکم خود آتش دوزخ میخوره. الذي يأكل ويشرب في اناء الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم. خلاصه عزیزان من، از اینا خودتان نگه دارید. من بیادم حدیث مسلم بیاد، ابن عباس روایت میکنه رسول اکرم یک روز در مسجد ششته بودند، یک جوان زیبای رنگی جوربگی ما آمد، انشاءالله اینا از او طایفه نیستند، به پیغمبر خدا زیارت کرد. رسول اکرم دست مبارک دست قپ دندیدن که در انگشتش چلی طلایی کلانی هست. حضرت دست سر ندادن. پیغمبر خدا رنگی ما ایشان ملا خوشامدچی نبودن، ریای کار نبودن، ماها رعایه میکنین خفه نشه و گفتن، اما حضرت دستی او رو سر ندادن.
دست مبارک چلیکشان قپیدن، انگشترین کشیدن، گرفتن و پرتافتن دور صحن مسجد ده. حدیث امام مسلم هستین. ثانی حضرت چی گفتن؟ یعمد احدکم الى جمرة من النار فیجعلها فی یدی. حضرت خیلی ناراحت شدن، خیلی سرخ شدن. در پیغمبر خدا طاقت آن نداره که امتش سزاوار عذاب شود. گفتن شما قصد میکنه با دست خودتان لخچه سرخی علا بگیره در چلیک تا مونه، شما این سوختنش دو طاقت داره؟ نه طاقت نداری. چگونه انگشترین در دست بگیری؟ چگونه او سیپیچکر در گردن می اندازی؟ حضرت طبیعتشان خیره شد، دیگر دششون خستن، دلشان برای امتشان سوخت. امروز پیغمبر خدا امت شبینه چگونه گردناشان پوری سیپیچکای تلایی مثل حلقای گردنی سگ بارین. خیلی ناراحت میشه، در قبر ناراحت میشه حضرت. ثانی بعد رفتن پیغمبر خدا موسفیدای صحابه نشسته بودن، گفتن یا جوان، گفتن خیر، چلت گیر بر بازار فروش برای خاندان صرفش کن، شاید او خیلی قیمت داشت. اما این جوان هم چی جوان با سعادت بود، چی جوان عالی همت بود. چی گفت؟ والله لا آخذه بعد ما طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم به خدا که دیگر او هزارها اگر دلار نرخ داشته باشد من او را از زمین نمی بردارم وقتی که رسول خدا از دست من او را پرتافت. ببینید اصحاب پیغمبر چی همت داشتن. خب من شما را نمیگم شما پرتایی، شما این همت هم نداره. کدامت که داره برای خانه تا مونه، یک روز در وقتی تنگی در کار میشه میفروشه زندگی تان صرف بکنه. عزیزان من، اما بازم میگم نکنه. جوانای عزیز، والله این چله و این گردنبند و این ساعت طلا این زیباگی نیست، این جوانمردی نیست. جوانمردی و زیباگی در اخلاق خوب می شود، در آداب خوب می شود، در عالی همتی می شود، در خاکساری و تواضع می شود، در دست یاری به کمبغل و محتاجات دراز کردن می شود. امروز ما مسجد نو تماشا رفتیم، مفتی حضرت ساختی استادیم با سردار ایشان مسجد نو که انشالله خیلی جای خوب می شود، یک مرکز اسلامی انشالله میشه، اونجا مدرسه هم بیناش گرفتیان. شما پولاتون در اون مسجد 1000 و 2000 و 10,000 دلار برای در اون مسجد این جوان مردی میگویند، این زیباگی میگویند، این عالی همتی میگویند. خدا در آن صورت برای شما چله و دستپانه های طلا را در جنت براتان نصیب میکنند. بنابراین اینجا نکنی. بازم میگویم نکنی. این زیباگی نیست، این خجالت است، این شرمندگی است. بار اول کیا چله طلایی کردن؟ قوم لوط. بعضی کتابات میگه اول کسی که چله طلا را از مردها استفاده برد قوم لوط بود. اونا گلوبای بودن. بعد دستاتون نگاه کس بینه گلوبای گفت اخواتون داره بابا دیگه احتیاط کنه، بچه های خوش رو نکنه، خدا نگهتان داره. خیلی همه قشن بسکم دیگه را سخت نمیگم. خدا نگهتان داره، شما را سلامت دارم. بابایشان شما کم کی در مسجدتان امر معروف را سر میکنه تا وقتی خدا خواسته باشه انشالله یه روز با کشاده میشود. خداوند خودش صاحب خانش است، باز امر معروف من هم که نباشم با دیگران میکنن. اما انشالله من از این راهی دعوت نمیگردم، مسجد هم که نباشه در مراسم ها صحبت میدامه دارم، در سایت اینترنتی من هر هفته یک بار 1 ساعت صحبت دارم، هیچگاه خدا خواهد ترک نشده است. شما اگر از مسجد نیابه از سایت اینترنتی صحبت های نوی من هر هفته میابه انشالله. خب سوال جواباتون هم روان کنید، سوال جواباتون دن جواب میگیرید انشالله. اگر در خانه تاقی و کرتی آستین دراز باشد آنها را نمانده نماز خوانیم نماز درست است. آره درست است. نماز سریله چند درست است، نماز به کرتی آستین کلته هم درست است. اند شما نماز خوانی عزیزان من، هر حالت نماز خوانی خدا نماز شما را قبول میکنه. شرط نیست برای نماز کرتی آستین دار و جیلک یا تاقی. خدا نگهتان داره. شخصانی که گهواره بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا می شوند؟
اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتونن. مثلا من برای مثال میگم، شما همراه با دوستان خانه شما دختر شد، خانه برادرتان جورتان بچه شد، در همون یک هفتگی یا ماهگیش یا یک سالگیش شما گفته که من همین دختر من برای عروسی به بچه تو دادم، او جورتان قبول کرد، اینها بعد از کلان شدن دیگر حق جدا شدن ندارند. اینها زن شوهر هستند، نه این پدر میتونه دخترش شوهر تیه، نه این بچه میتونه که گو پدرش که من وی نمیگیرم، مگر اینکه طلاقش کند بعد جدا میشوند. تا طلاق نکنن جدا نمیشوند، زیرا این نکاح شد. پدر و مادر و بابا و ماما اگر این کار کرده باشن بعد از بلوغ اونها دیگه حق خوشان جدا کردن ندارن. اما اگر رفت و اکا کرده باشد، امکی کرده باشد، فسخ الصغیران حین بلغا او علما بالنکاح بعدهم، میگه فقها میتونن اونها وقتی که بالغ شود دخترچه فهمه که امکی من فلانی داده است یا اکام پدر و مادرش وفات کرد، گوید که نه من نمیگیرم، الان میتونه نگوید. اما پدر و مادر دادگی حق ندارم. بنابر من از همه شما خواهش میکنم همین گهواره بخشان نکنیتان، زیرا امروز جامعه دیگر شده است، بچه و دخترها دیگر شدیند. شاید بعد از بالغ شدن او دختر گپی پدرش نمیگیره، یگان بچه دیگر دوست میدارد، شاید این بچه یگان دختر دیگر دوست میدارد و همین حیات اینها را نسوزانیتان میشن. اگر مبادا شده باشد تا بازم میگم بچه اگر طلاق نکند او دختر شوهر داده نمیتونه پدرش. با دختر با تلفن گپ زده امر معروف کنی، به ستر و حجاب دعوت کنی، 5 وقت نماز را در وقتش میخواندگی کنی، ثواب است. آره بسیار ثواب میگیری. اگر تو این هنر داشته باشی به تلفن هم گویی ما تو اجازت میتیم. همین دختره که به تلفن با شهوت نه پیش رو صحبت کن، نصیحت کن، دعوت کن، به تلفن هم اجازت هست. عزیزان من با طریق اولا با تلفن تو شیخ باشی، خدا نگه دارد. عزیزی من در آخر در حق خودم، عائلم، در حق بچه های وخیا و در حق برادرم که به کسل روحی بیمار است دعا کنه تاشه. خداوند اولا این دادر عزیز که مبتلا به کسل روحی شده است، خدایا غیر از تو شفا دهنده برای اینها دیگر کسی نیست و کسی هم این قدرت ندارد که جنها را از اونها دفع کند. خدایا شفای کامل نصیب گردان. و دیگر عزیزانی هم که به این کسلی خیشاشان و برادراشان امروز در بازار هم یک دادر با آب دیدن گریه کرد که خواهرم است اپم به کسل روحی گیره، تمام واسطه استفاده برده نغز نشده است. خدایا تو خود میدانی او کی است. به حق به این امسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و به حق آیه مبارکی که امن یکشف الضر امن یجیب المضطر و یکشف السوء، خدایا شفای کامل براش نصیب گردان. و دیگر بیمارا را هم بیمارای این کسانی که حضور دارند هر بیماری باشن خدا تا قادری شفای کامل نصیبشان گردان. خداوند شما را برادر عزیز، برادرای وخیا که خیلی جوانای با ایمان است نگهتان دارند. السلام علیکم. عمر عصر 21 شان نوردین جان. نه ما خاک پای عمر میشم. عمر از نام و شیطان میتورید میگریخت. خداوند به گمان نیکتان شما را اجر تید. ما یک بندی سر تا پا آلوده و گناهگار و ترسانچه که بزدلیم. آن چیزی که خدا از من میخواهد من نمیتونم او را عملی کنم و رسانم، لیکن به قدر همت کوشش میکنم. یا الله عمر و خالد و عمر عبدالعزیز و صلاح الدین ایوبی ها را خدا یک بار دیگر در جامعه ما پیدا کنه، باز همون اصل طلای اسلام میشود. اللهم اقبال لاهوری خدا رحمت کنه میفرماید اللهم اقبال خیلی برای اسلام دلش میسوخت وقتی که مغلوبیت اسلام و خار و زاری مسلمان ها را میدید، پراکندگی اونها را میدید، دلش میسوخت و گریه میکرد. اشعار عاشقانه خودش میگفت. حضرت میگفت در مسلمان شأن محبوبی نماند. امروز مسلمان در هیچ جا محبوبیت ندارد، همطور است، نه در وطن خود و نه در دیگر جا، هر کجا تحقیر میشنود. در مسلمان شأن محبوبی نماند. خالد و ایوب و
فاروقی نماند، نه خالد ابن الولید موندو، نه ایوب موندو صلاح الدین ایوبی، نه فاروق حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. خاک بطحا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را از نو سرای. حضرت گریه میکنه که ای خاک بطحا، ای سرزمین مقدس مکه. بطحا گفته مکه رو میگن. باز عمری نو، باز خالدی نو برای ما تولد کن، به جامعه تقدیم کن که اسلام چون اسلام عصر محمدی دنیا ده باز رواج تینو پهن کنن. یک دعای خیر کنید که محتاج به دعای خیر شما هستم تا که از کار نجات یابم. خداوند شما را دادر عزیز هر مقصودی که داره به مقصودتان رساند. السلام علیکم بابایشان. من زن سر دادم 3 طلاق. بابایشان پشیمانم، التماس روایتش گویید. خوب وقتی که روایت میخواهی طلاق 3 طلاقه باز پیش علما بیاییتان، علماها راهش میابن برای شما. خوب همینجا باشی پیش من بیا، من تو رو بینم کی هستی، خواه فردا است خواه پس فردا، من برایت انشاءالله یک راهش میابم. اول پرسم که چه حالت ده زنت سر داد. بنابراین از همتان خواهش میکنم